سه تا سیاست زنونه که هر زن باهوشی باید بلد باشه رو میخوام بهت بگم. اولین سیاست زن باهوش اینه که همه راز و رمزای خودش و خونوادش رو توی دایره نمیریزه و به مردش تعارف کنه. یادت باشه بعضی مردا جنبه راز و رمزهای زندگی شما و خونوادتون رو ندارن. 4 روز دیگه همینا میشه پتک و دو دستی میکوبونه تو سرت. پس همه چیزو نگو و یه سری رازها رو برای خودت نگه دار. دومین سیاست زنونه اینه که جز زنایی نباشید که برای خودشون ارزش قائل نیستن. مثلا اگه قراره برای همسر چایی بریزی، 2 تا چایی تو 2 تا لیوان خوشگل میریزی و میای میشینی کنارش و با هم میل میکنی. سومین سیاست زنونه اینه که جز زنای کنترلگر نباشید. مردها از کنترل کردن فرارین. قرار نیست که تو بشی پلیس و ببینی کجا میره، چی کار میکنه، با کی میره. اگر هم نگرانش هستی یا بهت بگم چی کار کنی. تلفن رو برمیداری، زنگ میزنی بهش، میگه عزیزم، عشقم، دلم برات تنگ شده بود. فقط میخواستم صداتو بشنوم. اونم در جواب میگه محل کارم هستم، سرم خیلی شلوغه، سعی میکنم شب زود بیام خونه. به همین راحتی. اگه خوشت اومد لایک کن.